میدانم که زیر بار تنگدستی و رنج ایستاده اید. فقر و بیکاری گسترده، گرانی‌های کمرشکن، کاهش قدرت خرید و سقوط روزافزون پول ملی و شوربختانه همه اینها با فعال شدن مکانیزم ماشه شتاب خواهد گرفت. این رژیم اهریمنی ایران ما را به تاریکی کشانده، اما ما ملت نوریم. از تبار گردآفرید و کاوه برای بازپسگیری ایران می ایستیم و به 4 دهه سایه تحریم و جنگ این رژیم پایان می دهیم. اینک در آستانه مهرگان جشن روشنایی، هنگامه به بند کشیده شدن ضحاک بر فراز دماوند، از همه شما دعوت می کنم این آیین ملی را در سراسر مرز پرگوهرمان پاس بداریم. نور مهر را بر جای جای ایران بتابانیم و یک دل و یک صدا خورشید شویم در نبرد با تاریکی. اگه دقت کرده باشید